چین زمانی با یک سری نماد کلیشه‌ای و دراماتیک مثل دخمه‌های استعمال تریاک، تخت‌های روان، بادبان‌های بال خفاشی و پاهای باندپیچی شده زنان شناخته می‌شد. چینی‌ها تعریف خاص و منحصر به فردی از زیبایی دارند که البته بازتاب آن همیشه خوشایند نیست. در گذشته مردان چینی پاهای بسیار کوچک را نشانه زیبایی زن می‌دانستند که این طرز تفکر زنان چینی را وادار به بستن پا و طی کردن مراحل دردناک و طولانی مدت برای جلوگیری از رشد طبیعی آن می‌کرد. برای آشنایی با دلایل این مسئله با ما همراه باشید. این شیوه که به عنوان یک نماد زیبایی و لطافت در دوران گذشته شناخته میشد، تأثیرات عمیقی بر فرهنگ و جامعه چینی داشت. بستن پا سنتی بوده است که حدود 1000 سال بر روی زنان و دختران چینی اجرا می شده است. این سنت حدوداً از قرن 10 میلادی 950 تا اوایل قرن 20 1913 در چین مرسوم بوده است. قربانیان این سنت در زندگی به ناتوانی‌های همیشگی دچار می شدند. بستن پاهای زنان یکی از رسومی بوده که در چین باستان اجرا می شد. این عمل باعث تغییر شکل و کوچک شدن پاها تقریباً به اندازه پاهای یک عروسک می شد. عوارض این رسم دشواری و دردناک شدن راه رفتن و بیماری به نام اوستئوپوروسیس یا شکنندگی و یا پوکی استخوان بود. رسم بستن پاها از دوره سلسله سانگ بین سالهای 960 الی 976 قبل از میلاد آغاز شد. گفته میشد یکی از شاهزاده ها محبوبه ای داشت که با پاهای بسته میرقصید. در حقیقت شاهزاده به دلیل علاقه‌ای که نسبت به پاهای کوچک داشت، محبوبه اش را وادار میکرد که با پاهای بسته حرکت کند. این موضوع باعث شد که داشتن پاهای کوچک به عنوان یک ارزش در خانواده‌های سنتی به شمار آید. به این ترتیب مرسوم شد که پاهای دختران جوان بسته شود تا کوچک بماند. اصطلاح پاهای سوسنی برای توصیف پاهای کوچک به کار می رفت و در جامعه چین باستان نشانگر زیبایی و سمبل اصالت و طبقه اجتماعی بالا به شمار می آمد. فرایند بستن پاهای دختران بین سنین 3 تا 11 سالگی آغاز می شد. ابتدا پای کودک با آب داغ شسته و ماساژ داده می شد و سپس پا را در همین حالت با نوارهای پارچه‌ای محکم می بستند. این عمل موجب جلوگیری از رشد پا بیش از 10 سانتی متر می شد. بانداژ پارچه‌ای از انگشتان تا قوزک پا محکم پیچیده می شد تا انگشتان را در جای خود نگه دارد. پس از گذشت 2 یا 3 سال پاهای کودک آنقدر کوچک می شدند که در کفش هایی که تنها 3 اینچ یا تقریباً 7 سانتی متر طول داشتند جای می گرفتند. این کفش های کوچک که کفش های نیلوفری نامیده می شدند از جنس ابریشم بودند و با قلاب دوزی های زیبا تزیین می شدند. در نتیجه این محدود کردن و بستن پاها به شدت از فرم افتاده و راه رفتن با آن بسیار دردناک می شد. در بسیاری از مواقع نیز انگشتان پا قطع می شدند، زیرا بانداژ آنچنان محکم بسته شده بود که مانع از رسیدن خون به انگشتان می شد. هدف از بستن پاها متمایز کردن زنان طبقه بالای جامعه از زنان عادی و همینطور جلوگیری از انحراف زنان بود. بستن پاها کنترل زنان را آسانتر می کرد، زیرا درد ناشی از آن چنان شدید بود که حتی طی کردن مسافت‌های کوتاه را بدون یاری دیگران ناممکن می ساخت. در بین طبقات بالای جامعه چین اگر دختری فاقد پاهای کوچک بود، احتمال یافتن همسری مناسب برای او
بسیار ضعیف بود. رسم بستن پاها ادامه پیدا کرد تا زمانی که سلسله مانچو در سال 1911 سرنگون شد. با شکل گیری جمهوری چین پس از گذشت 1000 سال این رسم غیرقانونی اعلام شد. در سفرنامه‌های چین همیشه توصیفی از زنانی با پاهای باندپیچی شده و راه رفتن عجیب آنها که بدون کمک دیگران امکان پذیر نیست دیده می شود. ولی تاکنون هیچ کس به صورت جدی دلیل این به اصطلاح زیبایی همراه با عدم تعادل و عذاب را مورد بررسی قرار نداده است. یکی از دلایل بستن پاهای زنان چینی ایجاد و افزایش وابستگی اقتصادی آنها به مردان بود. هرچند در چین باستان که داشتن چند پیمانه برنج بیشتر باعث خوشحالی یک خانواده و رهایی آنها از چنگال گرسنگی میشد، عدم مشارکت زنان در تأمین نیازهای خانواده اصلاً عقلانی نبود. ولی ظاهراً مردان چینی داشتند کنترل بر همسر و لذت بردن از یک ویژگی تزیینی را به وضعیت اقتصادی بهتر ترجیح می‌دادند. در حقیقت داشتن همسری با پاهای بسیار کوچک راهی برای فخر فروشی در مورد ثروت و عدم نیاز به کار کردن زن برای تأمین نیازهای خانواده محسوب می‌شد. در گذشته زنان چینی دلایل زیادی برای تن دادن به این فشار اجتماعی مردسالارانه داشتند. زنان چینی در خانواده‌های فقیر به صورت مداوم پاهای دختران خود را با نوارهای پارچه‌ای و بسیار سخت و با فشار می‌بستند به امید اینکه روزی مردی ثروتمند با دخترانشان ازدواج کند و آنها را از فقر و تنگدستی نجات دهد. برای حفظ ساختار استخوان‌بندی پا فشار باندپیچی با روال مشخص افزایش پیدا می‌کرد. بستن پای دختران خردسال فرایندی زمانبر و پیچیده بود و برای تاثیرگذاری بیشتر در هر نوبت چندین روز و گاهی چند هفته باز نمی‌شد و در تمام این مدت دخترها مجبور به پوشیدن نوعی کفش تزئینی بسیار کوچک بودند. در اوایل قرن 20 این سنت غیر انسانی به مرور محجور و نهایتاً در سال 1912 غیر قانونی اعلام شد. البته با وجود ممنوعیت قانونی از بین رفتن کامل سنت بستن پا چند دهه طول کشید و پیگیری این سنت تا دهه 40 قرن 20 ادامه داشت. هنوز هم به خصوص در مناطق روستایی چین میتوان زنان سالخورده‌ای با پاهای باندپیچی شده را مشاهده کرد. سنت شکستن استخوان‌های پای زنان جوان چینی با باندپیچی فشرده و محکم و تبدیل آن به یک توده در هم پیچیده استخوانی که از دید مردان سنتی چینی شبیه به نیلوفر آبی بود، نزدیک به 1000 سال در سراسر این کشور مرسوم و کاملا عادی به شمار می آمد. حتی بعد از منع قانونی آن باز هم عده‌ای از زنان در مناطق دور افتاده و روستاهای کوچک این سنت دیوانه‌وار را پیگیری می کردند که هنوز تعدادی از آنها زنده هستند و عمق این فاجعه انسانی را به بیننده یادآوری می کنند. بر اساس مطالعات انجام شده بستن پا باعث می شد که زنان چینی نتوانند تعادل خود را به خوبی حفظ کنند و از نشستن روی دو پا و بلند شدن از روی صندلی ناتوان باشند. علاوه بر این بستن پا باعث ایجاد تغییرات دائمی در شکل ستون فقرات و مفصل ران می شد. با وجود تلاش‌های بیشمار فعالان اجتماعی، ممنوعیت بستن پا فقط تحت فشار دولت جمهوری خلق چین امکان پذیر شد. با به قدرت رسیدن حزب کمونیست چین در سال 1949 برای کسانی که هنوز به این سنت پابند بودند حکم اعدام در نظر گرفته میشد. ولی باز هم در نقاط دور افتاده عده‌ای پای دختران خردسال خود را به این روش باندپیچی می‌کردند. امیدوارم این ویدیو برای شما جالب و آموزنده بوده باشد. سنت بستن پاها در چین
نه تنها بخشی از تاریخ فرهنگ این کشور است، بلکه نمایانگر ارزش‌ها و چالش‌هایی است که زنان در طول تاریخ با آن مواجه بودند. این سنت در قرن 20 به تدریج به فراموشی سپرده شد و امروزه بیشتر به عنوان یک نشانه از گذشته دور و نماد خستگی و سختی زندگی زنان در آن زمان به یاد آورده می شود. با درک بهتر از این سنت می توانیم به پدیده‌های فرهنگی دیگر نیز نگاه عمیق‌تری داشته باشیم. اگر از این ویدیو لذت بردید لطفاً آن را لایک کرده و کانال را سابسکرایب کنید تا از ویدیوهای آینده درباره فرهنگ‌ها و سنت‌های مختلف مطلع شوید. نظرات و تجربیات خود را در مورد این موضوع در بخش کامنت ها با ما به اشتراک بگذارید. تا ویدیوی بعدی مراقب خودتان باشید.